مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان روز 26 ایول سال 2022 از آشکار کردن عاملان 20 مورد دزدی چاروای مردم در ناحیه جیهون و بازداشت 3 گمانبر خبر داد. افق قادریان، پدپلکوونیک میلیته و سخنگوی ریاست وزارت کارهای داخلی ولایت ختلان در گزارشش میگوید پی هم دزدیدن چاروای مردم از جانب شخصان نامعلوم در ناحیه جیهون باعث نگرانی ساکنان و شکایت زیاد به شعبه میلیته این ناحیه شد. در نتیجه برگزاری چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی، کارمندان میلیته 3 ساکن ناحیه جیهون را با گمان دست داشتن در این سلسله دزدی‌ها معین و دستگیر کردند. سمیزاده سلامیدین سال تولدش 1988، قاسموف سیدعلی سال تولدش 1990، هر دو پیش بر اساس ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان برای دزدی سود شدند و صوفی باباجان سال تولدش 1991 ساکن ناحیه جیهون. افق قادریان گفت این 3 نفر در 20 حالت دزدی چارواهای کلان و میده ساکنان ناحیه جیهون گمانبر دانسته میشوند. این نفران جنایت پیشه شبانه طریق پنهانی از داخل اوغلخانه و از نزد زمین‌های خواجگی دیقانی شهروندان چاروای خرد و کلان ساکنان را دزدیده از جای حادثه به مکانی به خودشان موافق انتقال می‌دادند و مبلغی از فروش چاروای مردم به دست آوردهشان را به فایده شخصی خود صرف کردند. گفته می‌شود در خبر مبلغ عمومی ضرر به شهروندان زیاده از 100,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. نسبت به گمانبر شوندگان در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی ناحیه جیهون بر اساس ماده 244 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان با اتهام دزدی پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد. به آنها از 2 تا 12 سال زندان تهدید می‌کند.